سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من محمود محبی هستم و در این دوره آموزشی داریم یاد میگیریم که بیت کوین چیه و چطور کار میکنه. در این جلسه آموزشی میخوایم یک بررسی کنیم از وضعیت تولد بیت کوین و اینکه در سالهای اولیه تولید بیت کوین چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی رو طی کرد تا به امروز برسه. در 18 آگوست سال 2008 یک دامنه اینترنتی ثبت میشه به اسم bitcoin.org. شخصی به اسم ساتوشی، حالا معلوم نیست شخص، آقای، خانوم، سازمان، شرکت یا یک دولته، هنوز مشخص نیست. حالا ما میگیم یک شخصی در 31 اکتبر 2008 میاد یک وایت پیپری مینویسه، یک مقاله‌ای مینویسه، یک مقاله 9 صفحه‌ای در خصوص بیت کوین و این رو برای یک سری افرادی میفرسته که در حوزه رمزنگاری کار میکردن. اینا کیا بودن؟ همون گروه‌های سایفرپانکی بودن که در جلسه قبلی گفتیم که یک سری افرادی هستن که یک ذهنیتی دارن با اون حالا خاصیت‌ها و ویژگی‌هایی که گفتیم. میاد این وایت پیپر رو برای این افراد میفرسته و اونجا توضیح میده که آقا بیت کوین اینه، این مدلی کار میکنه، یک سیستم مالی پولی قابل نقل و انتقال، میشه تراکنش بزنی، امنیتش اینطور رعایت میشه، ماینینگش اینطور اتفاق میفته، تولیدش به این صورته و در مورد این جور داستانها صحبت میکنه. چرا حالا توی گروه سایفرپانک ها این رو میفرسته؟ به هر حال این گروه سایفرپانک ها اولین گروه هایی بودن که دنبال این قضیه بودن. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم یکی از مشکلاتی که توی تولید ارزهای دیجیتال بود مشکل بوتسترپ بود، یعنی مشکل پذیرش بود که آقا اینو از ما نمیپذیره کسی. حالا ساتوشی میاد وایت پیپر رو توی یک گروهی میفرسته برای یک سری افرادی، برای اولین بار میفرسته که اینو میتونن بپذیرن و دنبال اینجور داستان هستن که بتونن یک سیستم مالی، یک پولی ایجاد کنن که خارج از کنترل و نظارت دولت ها باشه. پس اونجا میفرسته و میاد اونجا از یک سری از عباراتی استفاده میکنه که مورد قبول و توجه سایفرپانک هست. مثلا میاد توی وایت پیپر بیت کوین در مورد پول نقد الکترونیکی صحبت میکنه، در مورد اثبات کار صحبت میکنه و اینها عبارت‌ها و کلماتی که قبلا توی مکالمات، محاورات و مقالات این سایفرپانک‌ها اینها وجود داشت. یعنی یه مقدار دارن همزاد پنداری میکنن. این چیزی که این اومده گفته چیزاییه که خب ما هم قبلا داشتیم و دنبالش بودیم، پس احتمالاً چیز جذابی باشه. ولی توی وایت پیپر بیت کوین یک سری چیزهایی که شاید ما الان میدونیم در وایت پیپر بهش اشاره‌ای نشده، یعنی در موردش حرفی زده نشده. مثلا اینکه آقا ما کلا 21 میلیون واحد بیت کوین داریم، این توی وایت پیپر بهش اشاره نشده. حالا توی کد بیت کوین وجود داره ولی در وایت پیپر در مورد چیزی گفته نشده. یا اینکه هر بلوکی 10 دقیقه طول میکشه تا حالا تولید بشه، یا هر کدوم از این بلوک ها ظرفیت 1 مگابایتی دارن. اینها توی وایت پیپر در موردش صحبتی نشده. بریم ببینیم چه روندی رو بیت کوین طی کرده. پس میاد وایت پیپر رو تولید میکنه، میفرسته برای گروه های ایمیلی که سایفرپانک ها داخلش هن. در 3 ژانویه 2009 اولین بلاک بیت کوین استخراج میشه، یعنی جنسیس بلاک، اولین بلاک بیت کوین میاد تولید میشه که حالا توی اون اولین بلاک میاد یک پیامی رو قرار میده آقای ساتوشی به اسم جنسیس بلاک که توی اون بلاک میاد این پیغام رو قرار میده که صدر اعظم در آستانه دومین کمک مالی برای بانک ها، یعنی سال 2008-2009 یک تایمی از تاریخه که بحران مالی توی کل دنیا به وجود اومده، خیلی از بانک ها دارن ورشکسته میشن، مشکلات مالی به وجود اومده، نظام مالی سنتی به چالش کشیده شده و نمیتونه پاسخگو باشه و دولت ها دارن به بانک ها کمک میکنن که اینا ورشکست نشن. حالا توی همچین فضا و محیطی یک پول
غیر متمرکزی داره معرفی میشه به اسم بیت کوین که داره رقابت میکنه و بانک ها و داره طعنه میزنه که آقا توی همچین روزی، تو همچین شرایطی که شما داشتید به بانک ها کمک میکردید که ورشکست نشن، ما یک سیستم پولی ایجاد کردیم که نیاز به نظارت و کنترل شما نیست و خیلی بهتر از شما هم داره کار میکنه. در 9 ژانویه 2009 اولین نسخه از نرم افزار بیت کوین منتشر میشه، یعنی اولین بلوک ایجاد شده، خود ساتوشی ناکاموتو این رو درستش کرده. در 9 ژانویه میاد نرم افزار بیت کوین رو منتشر میکنه که آقا هر کی میخواد بیاد بیت کوین استخراج کنه بیاد این نرم افزارش رو برداره توی کامپیوترش نصب کنه و شروع کنه به تایید تراکنش های بیت کوین و بیت کوین استخراج کنه. و اون زمان یک کیف پولی هم براش معرفی میشه که بیت کوین هایی که داره استخراج میشه توی این کیف پول قرار بگیره و اسم اون کیف پول بیت کوین کیوتی بود که در فوریه 2009 این رو آقای ساتوشی معرفی میکنه که بعد از چندین نسخه که از این بیت کوین حالا درست میشه، آپدیت میشه و به روز رسانی میشه، اسمش عوض میشه به بیت کوین کور، یعنی بیت کوین کیوتی اسمش عوض میشه بیت کوین کور. پس ما الان یک نرم افزاری داریم که شما این رو میتونی بیای رو کامپیوتر شخصی خودت نصب کنی و اون کامپیوتر رو میتونی به شبکه بیت کوین متصل کنی، شروع کنی به تایید تراکنش ها و اگر تراکنش ها و بلوک ها رو تایید کنی یک پاداشی میگیری. پاداشت از جنس خود بیت کوینه، میتونی اون رو بیای توی یک کیف پولی به اسم بیت کوین کور ذخیره کنی. اولین تراکنش رسمی که اتفاق میفته در 12 ژانویه است که آقای ساتوشی ناکاموتو برمی‌داره 10 تا بیت کوین رو برای آقای هالفینی ارسال میکنه. این هالفینی هم کیه؟ از همون افرادیه که توی گروه‌های سایفرپانکی بوده، با آقای ساتوشی ناکاموتو ارتباط داشته، ایمیلی با هم دیگه صحبت‌هایی می‌کردن و این هم برمی‌داره یک ولتی برای خودش میسازه، نرم افزار بیت کوین رو کامپیوترش نصب میکنه. حالا آقای ساتوشی ناکاموتو با آقای هالفینی مستقیما ارتباط دارن و برمی‌داره 10 تا بیت کوین برای آقای هالفینی میفرسته و این اولین تراکنشیه که تو شبکه بیت کوین ثبت شده. چند ماه بعد حالا فقط برای ماینرهای بلاکچینی بیت کوین قابل دسترس بوده که بیان با همدیگه معامله کرده باشن و بیان برای همدیگه تراکنش ارسال کنن و مردم دنبال این بودن که بیان این کار انجام بدن و جذابیت داشت براشون که بیان این نرم افزار رو نصب کنن، با اون بتونن این بیت کوین ها رو برای همدیگه ارسال کنن، سوا این که اصلا این بیت کوین چیه، آیا آینده داره یا نداره، ارزشی داره یا نداره، اصلا اینو کار ندارم، یک جذابیتی داشته که داشتن این کار رو انجام میدن. در سال 2010 و دقیقاً در 15 آگوست 2010 یک مشکل بسیار بزرگی برای بیت کوین اتفاق میفته و یک حمله سایبری به شبکه بیت کوین رخ میده و یک حالا نقصی، یک آسیب پذیری توی کد بیت کوین وجود داشته که و یک شخصی میاد یک تراکنشی ثبت میکنه و توی اون 184 میلیارد بیت کوین رو برای خودش ایجاد میکنه. این بیت کوینی که قرار بود کلا 21 میلیون واحد داشته باشه، الان یکی اومده توی شبکه 184 میلیارد بیت کوین برای خودش جابجا کرده و این نقص و ایراد وجود داشته که توی همون تاریخ آقای ساتوشی ناکاموتو با آقای هالفینی و چند تا دوستان میان این نقص و نواقص رو سریع رفع و رجوع میکنن و این 184 میلیارد بیت کوین رو از شبکه خارج میکنن و شبکه به روال عادی خودش برمیگرده و اون آسیب پذیری هم ترمیم میشه. خب کم کم ببینید توی فضای حالا اون زمان در مورد بیت کوین داره صحبت میشه، یعنی میان مقاله در موردش مینویسن. اولین مقاله در مورد بیت کوین منتشر میشه در سال 2010، 2 سال بعد از معرفی بیت کوین. در سال 2010 یک مقاله در خصوص بیت کوین منتشر میشه. آقای پیت ریزو میاد یک مقاله‌ای مینویسه و توی اون میگه که آقا ما توی سایت ویکیلیکس میتونیم از بیت کوین استفاده کنیم. سایت ویکیلیکس چی بود؟ این هم یکی از سایتایی بود که برای یک شخصی بود که اون هم تفکر سایبرپانکی داشت، میومد اسناد محرمانه دولتی، نمیدونم
افشاگری هایی که وجود داشت رو میومد تو سایت خودش میذاشت و کسانی که به این سایت خبر میرسوندن و اسناد رو بهش میرسوندن در مقابل این فرستادن اسناد و اخبار پاداش دریافت میکردن و به هر حال باید پاداش رو بهشون میداد دیگه. اومدن توی مقاله گفتن آقا میخوای پاداش این افراد رو بدی، بیا از بیت کوین استفاده کن. یعنی اولین جایی که مطرح میشه که از بیت کوین به عنوان یک ابزار پرداخت استفاده بشه اینه که میگن در سایت ویکیلیکس بیایم و پرداخت هامون رو با ارز دیجیتال بیت کوین انجام بدیم. چه بسا که همین الان در سایت ویکیلیکس پرداخت ها داره با بیت کوین انجام. ارزش بیت کوین از کجا میاد؟ به هر حال توی اون زمان ارزشی نداشته. الان بیت کوین رسید به بالای $100,000. توی اون زمان کسی نمیدونست این اصلا چی هست و حتی اگر نقل و انتقالی هم انجام میشد از سر کنجکاوی، جذابیت و یک نوع بازی بود، نه اینکه من بیام یک منفعتی داشته باشم و این احتمالاً ارزش دار میشه و رشد میکنه. در ماه اکتبر یک سایتی به اسم نیو لیبرتی استاندارد میاد اولین نرخ مبادله بیت کوین رو منتشر میکنه. میگه که آقا به ازای هر $1 1309.3 بیت کوین جابجا میشه. یعنی هر کی $1 میداد میتونست 1309 تا بیت کوین بگیره. یعنی اولین قیمت گذاری بیت کوین این شکلی بود که هر 1309 تاش $1 بود. کاش اون موقع ما بودیم و میخریدیم. در 22 می 2010 یک شخصی به اسم لازلو هانیچ، یک برنامه نویس ساکن فلوریدای امریکا، یک اتفاق تاریخی رو رقم میزنه. به هر حال میگم دیگه داشتن بازی میکردن، نرم افزار بیت کوین رو نصب میکردن، یه تعدادی بیت کوین به دست می آوردن، تراکنش‌های تایید میکردن، به ازای هر بلاک هم 50 تا بیت کوین میگرفتن و جمع کردن بیت کوین کار زیاد سختی نبود، به راحتی به دست میومد، رایگان بود دیگه. این شخص میاد با یه دوستی داشته توی لندن، باشه یک معامله ای انجام میده. میگه آقا من 10,000 تا بیت کوین بهت میدم، تو به جاش 2 تا پیتزا برای من بخر بفرست. اونم میگه بیت کوین چی و فلان. باشه حالا تو میخوای پیتزا بخوری، 10,000 تا بیت کوین تو برام بفرست، من 2 تا پیتزا رو برات میخرم میفرستم. این 10,000 تا بیت کوین میده به دوستش توی لندن، اونم 2 تا پیتزا میخره که 2 تا پیتزاش میشه $25 و برای دوستش میفرسته. پس یک قیمت گذاری دیگه ای که اتفاق افتاد این بود که 10,000 تا بیت کوین با $25 معاوضه شد. اوکی، این هم پس یک قیمت گذاری. اولین تراکنش های بیت کوین در انجمن‌های اینترنتی بود. ببین عموم مردم هنوز نمیدونن چیه. کسایی که سرشون تو اینترنت گرم و کارهای اینترنتی انجام میدن و اینجور داستان‌ها، کالا و خدمات خودشون رو در ازای بیت کوین مبادله میکنن. طرف برنامه نویسه، میره کد میزنه، میگه پول منو به بیت کوین بده. خدمات نمیدونم طراحی انجام میده، پولشو به بیت کوین میگیره. حسابدار میگه پول منو به بیت کوین بدید. اوکی؟ پس کم کم داره مبادلات با بیت کوین شکل میگیره. اوایل راهیم ارزشش چطور مشخص میشه؟ کاملا توافقی. یعنی هر کسی توافقی میگه آقا من در ازای این کار به تو 50 تا بیت کوین میدم، 100 تا بیت کوین میدم، 10 تا بیت کوین میدم و قیمت گذاری مشخصی نداشت. اولین صرافی اختصاصی برای بیت کوین در 17 مارس 2010 شکل میگیره به اسم bitcoinmarket.com که تخصصی شما میتونستی بری اونجا بیت کوین بخری. اولین استخر استخراج، ببینید استخر استخراج از کجا اومد؟ اون موقع مردم کامپیوتر خونگیشون رو می آوردن، یک نرم افزاری روش نصب میکردن و شروع میکردن به ماینینگ و استخراج بیت کوین و کم کم به ذهن مردم رسید که خب اگه اینطور میشه بیت کوین استخراج کرد، بیاید ما 10 تا کامپیوتر، 50 تا کامپیوتر، 100 تا کامپیوتر کنار هم دیگه بذاریم و هر کدوم از اینها بیان بیت کوین استخراج کنن. اولین استخر استخراج به اسم اسلش پول در 27 نوامبر 2010 راه اندازی میشه و شروع میکنه به استخراج بیت کوین به عنوان یک صنعت. اولین گروه بزرگ از کاربرای بیت کوین اعضای بازاری بودن به اسم بازار سیلک رود. بچه‌ها ببینید
الان بیت کوین به یک مرحله رسیده، یک سریا میشناسنش، یک سریا دارن مبادله میکنن و به عنوان یک ابزار پرداخت داره ازش استفاده میشه در یک گروه‌های خاص و محدودی. یک بازاری وجود داره، یک سایتی وجود داره به اسم سیلک رود یا به فارسی میشه راه ابریشم، که توی این سایت سیلک رود کالاهای غیرقانونی داره به فروش میرسه. شما اسلحه میتونستی بخری، قاچاق انسان، اعضای بدن انسان توش اتفاق میافتاد، تانک و هواپیما و هلیکوپتر و مواد مخدر و هر چیزی که شما فکرشو بکنید توی این سایت خرید و فروش میشد. یعنی همه کلاهبردارا و قاچاقچی‌ها و اینجور داستانا اینجا جمع بودن. حالا برای اینکه ردی ازشون نمونه، اینا اومدن از بیت کوین استفاده کردن برای پرداخت. یعنی شما می‌خواستی بری یک چیزی بخری، میتونستی پرداختتو با بیت کوین انجام بدی که ردی ازت نمونه. به هر حال پلیس دنبالشون بود دیگه که اینها رو بتونه پیدا کنه. پس اولین جایی که بیت کوین به صورت رسمی و به صورت خیلی همه‌گیرتر و فراگیر ازش استفاده شد توی سایت سیلک رود بود. به خاطر همینه که یک ذهنیتی از گذشته جا مونده که بیت کوین برای امور غیرقانونی داره ازش استفاده میشه، چون به هر حال اولین جا توی سایت سیلک رود ازش استفاده شده. کم کم میاد استفاده میشه و کم کم زمزمش توی گوشها پیچیده میشه، مردم در موردش صحبت میکنن و به گوش دولت هم میرسه که آقا همچین داستانی به وجود اومده، همچین ارزی به وجود اومده، همچین پولی داره رد و بدل میشه در این سایت. در سال 2011 آوریل 2011 تقریبا خب 3 سال از تولد بیت کوین گذشته. آقای گوین اندرسون یکی از افرادی که با آقای ساتوشی ناکاموتو کار میکرد برای توسعه بیت کوین، نرم افزار بیت کوین رو داشتن توسعه میدادن، با آقای ساتوشی اطلاع میده که آقا از سازمان CIA با من تماس گرفتن، من رفتم اونجا و از من در مورد بیت کوین سوال پرسیدن که آقا این بیت کوین چیه، برای بیت کوین چی هست، برای کیه و در مورد اینجور داستان ها با من صحبتی داشتن و میاد اینو به ساتوشی میگه که آقا دنبالتن، خلاصه احتمال این که گونی پیچ بشی و بیان با گونی ببرنت وجود داره. آقای ساتوشی ناکاموتو از ترس این که به هر حال این رو بگیرن، زندانیش کنن، اتهام پولشویی بهش بزنن، دنبال مالیات باشن و اینجور داستان ها، از اون تاریخ به بعد دیگه غیب شده و کسی خبری از ساتوشی نداره و رفته، که بعدها بعد چند سال گفتن که ساتوشی ناکاموتو مرده و دیگه اصلا زنده نیست و هویتی به اسم ساتوشی ناکاموتو دیگه وجود نداره. خب از اون به بعد دیگه کسی نبود که بالا سر بیت کوین باشه. در سال 2012 یک بنیادی به وجود میاد به اسم بنیاد بیت کوین، برای اینکه بیان این ارز دیجیتال رو ترویج کنن، توسعهش بدن، جای مختلفش رو بیان حالا به روز رسانی کنن، کاربردهای مختلفش رو بیان مطرح کنن، تأسیس میشه. کیا میان اینو تأسیس میکنن؟ همون آقای هالفینی و آدام بک و گوین اندرسون و اینها. به هر حال همون کسایی که توی گروه‌های سایفر پانکی بودن میبینن که به هر حال این ارز دیجیتالی که آقای ساتوشی ایجاد کرده داره کار میکنه و حالا بیان این رو توسعهش بدن دیگه. هدف یکی بود، فرق نمی‌کرد کی باشه. اینها میان جزء توسعه دهنده‌های بیت کوین میشن و شروع میکنن بخش‌های مختلف بیت کوین رو به توسعه دادن. نرم افزار بیت کوین آپدیت میشه، روی شبکه‌اش کار میکنن، روی کیف پول‌ها کار میکنن، روی کاربردهای مختلفش برنامه‌ریزی میکنن و این بنیاد تا همین امروز هم داره کار میکنه و بیت کوین رو داره توسعه میده و بیت کوین از اون تاریخ به بعد همینطور راه خودش رو ادامه داد تا به امروز که الان دیگه دولت‌ها هم بیت کوین رو به عنوان یک ارز مرجع قبول کردن، روش سرمایه گذاری میکنن، به عنوان یک ابزار پرداخت و به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش دارن ازش استفاده میکنن. این یک تاریخچه‌ای بود از روند حالا به دنیا اومدن بیت کوین، طفولیت بیت کوین، رشد کردن بیت کوین که چه چالش‌هایی رو رد و بدل کرده، چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، چه قیمت‌هایی رو به خودش دیده و بیت کوین همینطوری نیامده بشه بیت کوین و این چالش‌ها رو گذرونده تا به امروز که به اولین ارز دیجیتال مطرح دنیا تبدیل شده.